بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به 107 که توش گفتیم که شاید میگه اگه من قانونی رو عوض کردم که تضمین هم دادم که مفیدتر یا مساوی با قانون قبلی باشه و تو خوشت نیومد خواستی قهر کنی بری سراغ یکی دیگه، بدون که هیچ گزینه دیگه ای وجود نداره که بتونه تو رو از رنج خارج کنه. بریم 108. آیا می‌خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسی خواسته شد و هر کس کفر را با ایمان عوض کند مسلماً از راه درست گمراه شده است. خب، تسألوا هم تريدون ان تسألوا از ریشه سأله و هم ریشه با سوال کردن و هم به معنی درخواست کردن هم پرسیدن سوال. حالا به ترجمه فولادوند دقت کنین. می‌خواهید از پیامبر خودتون همان را بخواهید که از موسی خواسته شد. 3 تا خواستن، 3 تا فعل از ریشه خواستن اومده به فارسی که توی ترجمه فولادوند یکی از محدودیت‌های زبان فارسی توی تکیه کردن به ترجمه رو به من نشون میده. آیا می‌خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسی خواسته شد، در حالی که خواستن اول ترجمه تریدونه به معنی اراده کردن و خواستن دوم و سوم تسألوه. هم تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسی. تسألو و سئل از ریشه سأله یا سواله به معنی درخواست کردم و سوال کردم. از لغت یه لایه حالا بریم پایین تر. معنی این بخش چیه؟ مگه از موسی چیا پرسیده میشد یا درخواست میشد؟ که اگه یادمون نمیاد یه مروری به چند تاش بکنیم که خدا رو به ما نشون بده. غذای آسمانی تنوع کمی داره، برامون پیاز و عدس و چیزای دیگه هم بیار. رنگ گاو چه شکلی باشه، سنش چقدر باشه و سوالاتی از این قبیل. سوالات و درخواست هایی که دنبال جواب نیستن، دنبال گیر انداختن گوینده‌اند، دنبال پیاده کردن تناقض برای پیروز شدن در صحبتند. لباس روشنفکری و پرسشگری و جوینده رو تن میکنن که کفر و ایمان رو طبق گفته این آیه کفر و ایمان رو جایگزین هم کنن، که اگه این کار رو بکنن راه مستقیم رو گم خواهند کرد. که هر کس کفر را با ایمان عوض کند به عاقبت پرسیدن همون سوالاتیه که از موسی شد. اگه شما هم از پیامبر خودتون همون سوالات رو بپرسین، یعنی کسی هستین که میخواین کفر را با ایمان عوض کنین، جاشون رو با هم عوض کنین، که مسلماً از راه درست، از راه مستقیم گمراه خواهی شد. واسه همین من فکر میکنم یه سوالی قبل از هر سوال پرسیدنی باید جواب داده بشه. قبل از هر درخواست کردنی باید یه سوالی جواب داده بشه که چرا میخوام این سوال رو بپرسم، چرا میخوام این درخواست رو مطرح بکنم. از خودت باید بپرسی اینا رو. باید از خودم بپرسم که آقا من میخوام این سوال رو بپرسم، برای چی میخوام بپرسم؟ آیا واقعا میخوام بدونم؟ آیا واقعا دنبال جوابم یا دنبال اینم که تو رو گیر بندازم؟ یا دنبال اینم که تو بحث با تو پیروز بشم؟ بگم ها پس اینو چی میگی؟ و از این قبیل. 109. بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد، از روی حسدی که در وجودشان بود آرزو می‌کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد که خدا بر هر کاری تواناست.
اولا اینکه حسادت به عنوان یه رفتار مخرب معرفی میشه که خب طبیعیه. دوم اینکه بهتر بود دوم اینو بذارم که حسادت به عنوان رفتار مخربی که من عند انفسهم، از درون خودمونه معرفی میشه. پس بذار سریع اینجا آپدیت کنم به عنوان رفتار مخربی که از درون خودمونه معرفی میشه. دوم اینکه توجهش روی بسیاری از اهل کتابه. ود کثیر من اهل الکتاب، بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد. دوم اینکه توجهش روی بسیاری از اهل کتابه که دچار این حسادت شدن بعد از اینکه حق براشون روشن شد، حسادتی که درون خودشون بود. و بعد میگه شما عفو کنین و صفح کنین. عربیشو ببینیم. فعفو وصفهو، که فعفو آنالیز کنیم ریشش میشه از عفو. وصفهو رو اگه آنالیز بکنیم ریشش میشه صفحه. خب حالا اینه یعنی چی؟ عفو رو قبلا داشتیم که میشه محو کردن اثر، که توی آیه 52 از همین سوره بعد از گوساله پرستی بنی اسرائیل خدا این فعل رو برای خودش استفاده کرده بود اگه یادمون باشه، که گفتش من از شما بریم سریع بخونیمش. پس آنگاه بر شما بخشودیم باشد که شکرگزاری کنید. از عفو استفاده شده دیگه، نشده چیه؟ خوب شد اومدیم اینجا کامنت اشتباهمون رو دیدیم. از ثم عفونا عنکم، از عفو استفاده شده و نه از مغفرت. مغفرت گفتیم میشه پوشانیدن، عفو میشه پاک کردن اثر. برگردیم توی 109 و ادامه بدیم. پس میشه بعد از اینکه شما حسادت دیدین، اولین کاری که میکنین عفو کردنه، یعنی اثرش رو کلاً پاک کنین. شطور دیدی ندیدی. و صفح کردن و وصفهو میشه نادیده گرفتنی که توش روی خوش نشان دادن هم هست. اینو بذار من از اینجا نشونتون بدم. وصفهو آنالیز و از اینجا تو آبادیس بیارم. دانشنامه اسلامی معنی صفحه میشه گذشت کردن یا نادیده گرفتن. در معنای صفحه روی خوش نشان دادن نیز مستتر است، یعنی یه جور نادیده گرفتنی که در عین حال روی خوش هم نشون میده. علاوه بر این که او را عفو کردم روی خوش هم به او نشان دادم. اوکی. و جالبه که میگه بعد از اینکه این حسادت رو دیدین اول یعنی عفو کنین و صفح کنین. میگه بعد از حسادت اونا شما اینجوری رفتار کنین. حالا مطمئن نیستم که آیا این نسخه ایه که فقط توی اون سناریو توصیه کرده یا نسخه ایه که وقتی با هر نوع حسادت از طرف هر کسی روبرو شدیم بهتره که استفاده کنیم. چون این رفتار واسه برخورد با اهل کتابی بوده که حق براشون آشکار شده و از روی حسادت میخواستن شما رو بعد از ایمانتون کافر کنن. اوکی. حالا آیا این رفتار عفو کردن و صفح کردن، سخت تلفظش، تلفظ جفتشون، آیا این رفتار باید در مواجهه با هر نوع حسادتی استفاده بشه یا نه؟ جوابش رو نمیدونم. بعد از این بخشش و نادیده گرفتن و روی خوش نشان دادن شما، یعنی بعد از اینکه این کارو کردین پس عفو کنید و درگذرید یا صفح کنید تا خدا فرمان خیش را بیاورد.
خداوند فرمانی رو میفرسته. حالا اینجا یا یه الگویی مثل سنت خدا، مطمئن نیستم اینو، یا اشاره داره به یک ایونت خاصی که گفته مثلا صبر کنین تا، یعنی این کارو بکنین تا وقتی که خدا فرمانش رو بفرسته، حالا فرمان هر چی بوده. چون اگه این رو مپ کنیم روی سنت خدا، بارها گفته در سنت خدا تغییری نیست. یعنی یه سلسله الگوها، یه پترن های تکراری رو شما ببینین که باز بارها توی قرآن تأکید کرده که ببینین با فلان قومی که فلان جوری میکردن چه بلایی سرشون اومد. داره از ما میخواد دنبال الگو بگردیم. وقتی میگه خداوند فرمانش رو بفرسته، یا این فرمان بخشی از اون الگوه. مثلا اونا حسادت میکنین، شما عفو بکنین، خروجیش یه چیز پردیکتبله، یه چیز قابل پیش بینیه که اگر کسی حسادت کرد و شما عفو کردین و به روی خودتون نیاوردین، مثلا یه تأثیری روی اونها میذاره که باید بذاره مثلا، و این قابل اندازه‌گیری احتمالاً اگه اونجوری نگاه بکنیم، شاید حالا صرفاً تئوری. و در آخر میگه که فراموش نکنیم که خدا بر هر چیزی تواناست. ان الله علی کل شیء قدیر. و 110 رو هم آنالیز نکردم، پس برمیگردیم تا همون 109 و از حضور شما خدا نگهداری میخواهیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار و همین دیگه.